وقتی توی پروژه بزرگ میخواید تعداد زیادی شیت اضافه بکنید، میایید روی شیت راست کلیک میکنید و نیو شیت میزنید. فکر نمی‌کنم خیلی روش خوبی باشه و اصلا حرفه‌ای‌ها از این روش استفاده نمی‌کنن. کاری که باید انجام بدید اینه که بیاید اینجا و توی قسمت اسکیجول شیت لیست یه جدولی ایجاد بکنید. خیلی فرقی نمی‌کنه که کدومی که از ستون‌ها رو اضافه می‌کنید. بعد اینجا میتونید اینسرت دیتا رو بزنید. فرقش اینه که اینجا نگاه کن، همینجوری میتونی با کلیک‌های چپ موست خیلی سریع در چند ثانیه تعداد زیادی ردیف اینجا اضافه کنید. حالا برمیگردیم میای اینجا توی قسمت شیت راست کلیک نیو شیت رو که بزنی، تعداد زیادی شیت جدید اینجا برات ایجاد شده. فقط کافیه که اینا رو انتخاب کنی و اوکی بکنی. بازم میگم که همیشه حرفه‌ای‌ها یک روش سریعتر و بهتری برای کاراشون پیدا میکنن.